خصوصا جوانان عزیز و گرامی، موبایل های هوشمندی که امروز در اختیار ما قرار دارد، اینترنت و فیسبوک میدان فساد، دروازه‌اش بر روی هر مسلمان و جوان باز است. فکر نکنیم که ما در خلوت تنهاییم، هیچ کسی ما را نمی بیند، یک لحظه سرگرم میشیم. خیر که ما صفحات غیر مجازی اینترنت و فیسبوک نگاه کردیم، فیلم های مبتذل نگاه کردیم، یک لحظه کوتاه از تأثیر منفی ندارد. نه، از یک طرف ما خدا را نادیده گرفتیم، خدا را ناراض کردیم. گاهی در خلوت شدیم، به اطرافمان نگاه کردیم کسی ما را نبیند، از پنجره بیرون نگاه کردیم صدای ما را کسی نشنود، در را نگاه کردیم کسی وارد نشود. حتی از طفل و کودکمان شرمیدیم، خجالت کشیدیم که آبروی ما نرود، ولی خدا را با اون عظمت و بزرگی فراموش کردیم، نادیده گرفتیم. اینجا خدا را از خود ناراض کردیم. این یک مصیبت بزرگ، این یک آفت بزرگ و این یک شکست بسیار بزرگ است که به زندگی خودمان، به معنویت خودمان، به شخصیت خودمان، به ایمان خودمان ضربه زدیم. از طرف دیگر این ابزار خطرناک به فساد کشاندن شیطان، این دشمن حیله‌گر ما هست. وقتی که با چشمت نگاه میکنید به فولدرهای حافظه تو تصویر منفی را ثبت میکند. وقتی که تو در رابطه با او فکر میکنی، میاندیشی، از راه